به نام خدا، عرض سلام، ادب، احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه میز اقتصاد. در خبرها داشتیم که یه ذخیره 8.5 میلیون تنی لیتیوم در همدان کشف شده. موضوع برنامه میز اقتصاد هم به همین موضوع اختصاص داره. اساساً بپردازیم به اینکه این کشف از نظر اقتصادی چقدر به نفع ما خواهد بود، چقدر از این محدوده‌ای که کشف شده قابل احصا هست و خالص میشه ازش لیتیوم استفاده کرد و به طور کلی اصلا لیتیوم در دنیا چقدر الان ارزم به حضور شما مورد نیاز. اگر بخوام خیلی خلاصه خدمتتون بگم، همه گوشی‌هایی که دستمون گرفتیم یا خیلی از خودروهای اکثر تقریبا میشه بگیم خودروهای برقی که دارن الان کار میکنن و نیاز به باتری دارن، اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که دارن از لیتیوم استفاده میکنن. کاربرد لیتیوم انقدر زیاد هستش که شما میتونید از صنعت دارو بگیریدش در نمونه‌های دارویش تا آلیاژهایی که در فضاپیما استفاده میشه در این طیف وسیع. آقای کیانی، کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی. آقای کیانی، بفرمایید که ما الان به لحاظ وضعیت اکتشافی در چه مرحله‌ای قرار داریم؟ آیا تا الان وضعیت اکتشافمون و تمرکز اکتشافمون بر روی یک ماده مثل لیتیوم مطلوب بوده یا خیر؟ سلام و عرض ادب دارم. عرض کنیم خدمت شما که لیتیوم یک عنصریه که به صورت عنصر نادر در ذخایر زمین‌شناسی ایران قرار داره و از طرفی به خاطر اینکه ضعف تکنولوژی تاکنون وجود داشته، به خاطر همین خیلی قوی روش کار نشده. منتها اخیراً با توجه به پیشرفت‌های خوبی که در اثر مدیریت‌های جدید اتفاق افتاده، کشور ما تونسته که قدم‌های خوبی رو در این راستا برداره. از جمله نگاه مثبتی به در واقع ذخایر منشأ لیتیوم هست که با توجه به اینکه کشور ما دارای ذخایر کانسنگ‌های در واقع دارای کانی‌های منیزیم دار هست و لیتیوم از لحاظ ژئوشیمیایی از کانی‌های منیزیم دار پیروی میکنه، میتونه در واقع ماگماهای منیزیم دار به صورت کانی‌های اسپودمین و لپیدولیت تشکیل بشه و همینطور در محلول‌های هیدروترمالی باقی بمونه و این کانی‌ها رو تشکیل بده. از طرفی پس از فرسایش اینها میتونن در واقع در کانی‌های مجتمع‌های روسیه ما توی کشور قرار بگیرن، مثل همین ذخیره‌ای که اخیراً در استان همدان کشف شده. به نظر بنده کشور ایران دارای پتانسیل بسیار زیادی در انواع ذخایر لیتیوم با تیپ‌ها یا ژنزهای مختلف هست و فکر می‌کنم که بتونیم قدم‌های خوبی رو در بحث اکتشافی، فراوری و استخراجی با مدیریت زمان و امکانات انجام بدیم. حالا اینکه می‌فرمایید ما ظرفیت بالایی در این حوزه داریم، چه اقدامی رو باید در دستور کار خودمون قرار بدیم با توجه که در برنامه بحث شد که این ماده‌ای که داریم راجعش صحبت می‌کنیم ارزشمنده و عرضم به حضور شما دیدیم که نیاز جهانی هم براش زیاده. ما باید در حوزه اکتشاف چه کاری انجام بدیم که تا الان انجام نمیدادیم؟ در حوزه اکتشاف اولا باید نگاه وسیع‌تری نسبت به منشأ لیتیوم داشته باشیم و فقط نگاه ما به شورابه ها نباشه و نگاه ما فقط حتی به شورابه های معاصر در واقع اخیر نباشه که تشکیل شده. شورابه هایی هستند که در دوران های قبلی زمین شناسی تشکیل شدن و اکنون مدفون هستند و اگر ما بتونیم اونها رو که قطعا میتونیم اونها رو کشف کنیم و مورد بهره برداری قرار بدیم، دیگه نیازی نیست که دریاچه مثل دریاچه قم یا ارومیه یا تالاب ها رو در واقع سوژه قرار بدیم و همچنین کانسارهایی در واقع با منشأ ماگمایی هستند که سنگ‌های دگرگونی و منیزیم دارند، جمله کانی‌های مانند میکاها علل خصوص و اینها رو اگر که مورد هدف قرار بدیم، فکر میکنم خیلی با یه تیر چند تا نشان زدیم در واقع. میتونیم چقدر کشفیاتمون رو برسونیم؟ شما آماری دارید از اینکه به جز این 8.5 میلیون تنی که تا الان من فکر میکنم با توجه به
بله، من فکر میکنم با توجه به اطلاعاتی که در 15-16 سال اخیر به دست آوردیم در مورد زمین شناسی ایران، فکر میکنم بتونیم چند 10 برابر این ذخیره رو در تیپ ها و ژنزهای مختلف کشف کنیم. این نکته‌ای که گفته میشه استحصال لیتیوم به هر حال به لحاظ زیست محیطی و به لحاظ ارزم به حضور شما که استفاده از آب مصرف بالایی داره و آثار زیست محیطی زیادی داره رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر بنده خب البته آب نیاز داره فراوری لیتیوم، منتها خب اینجوری نیست که ما هر روز یه مقدار آب یا حجم بزرگی از آب رو مصرف کنیم. روش های فراوری لیتیوم بیشتر به صورت صقلی انجام میشه، از روش های صقلی استفاده شده. به این همین دلیل ما میتونیم یه مقدار آب مشخصی رو استفاده کنیم و مرتب سیرکوله کنیم، تصفیه کنیم و تو این چرخه دور بزنه و بتونیم از همون آب دوباره استفاده کنیم. یه شارژ کوچکی هم گاهن باید انجام بشه و فکر نمی کنم که مصرف کننده آب آنچنانی باشه این صنعت. برای بحث های زیست محیطی هم ما میتونیم تدابیر خوبی بیاندیشیم که پسماندی اگر ایجاد میشه وارد سفره‌های آب زیرزمینی نشه، مثل در واقع بنتونیزه کردن در واقع سایت های. متشکرم از شما متشنی پور، معاون معدن و فراوری مواد وزارت سمت. های کیانی جنبندی شما رو داشته باشیم در کمتر از 1 دقیقه. این که ما اگر بخوایم ارزش افزوده بیشتری ایجاد بکنیم از این ماده‌ای که حالا داریم، به قولی نریم سراغ خام فروشی های معروف، باید چه اقدامی رو وزارت صنعت معدن تجارت در دستور کار خودش قرار بده؟ خب با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم، معاونت محترم مدنی اقدامات خیلی خردمندانه ای رو در این راستا برنامه‌ریزی و در حال اجرا هستند. منتها نگاه اکتشافی باید عمیق‌تر باشه از نظر بنده و ما تیپ‌های مختلف رو توی در واقع پکیج اکتشافیمون رو تکمیل کنیم از نظر تیپ‌های مختلف کانسارهای لیتیوم و عناصر همراهشون، حتی به دلیل اینکه بتونن کمک کنن و لیتیوم اقتصادی ترش کنن. و از جمله این عناصر میشه عناصر خانواده گروه پلاتین رو در کانیای فرومنگزین استفاده کرد که خانواده گروه پلاتین میتونن در کنار لیتیوم تو بعضی از کانسارها به اقتصادی تر شدن اون کانسار لیتیوم کمک کنن و به اقتصاد کشور متعاقبن. متشکرم از شما کیانی، متشکرم از شما آقای کیانی کارشناس ارشد. تشکر میکنم. آخر هفته خوبی براتون آرزو مندم.